درود رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. اینجا پرشین یوتیوب شو. امروز هم با حواشی داغ یوتیوب فارسی خدمت شما هستیم و قرار امروز توی این ویدیو بپردازیم به حرفای جنجالی پوریا وست که میگه دوبله های ممنتو به درد نمیخوره و صرفاً به خاطر پول از هم اسکی رفتن. دوبله های پوریا وست از مستر بیست استرایک میگیره یا نه؟ توضیحات یکی از اعضای ممنتو یا همون ادی که چرا دوبله مستر بیست میذارن. دمتون گرم که با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن چنل ازمون حمایت میکنید و روز به روز خانواده یوتیوب فارسی رو بزرگ میکنید. اگرم دوست داری اولین نفر از ویدیوها با خبر بشی، زنگوله رو بزن. راستی برای دنبال کردن اخبار لحظه به لحظه یوتیوب فارسی حتما داخل چنل تلگرام جوین شو. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. احتمالاً همتون میدونید که پوریا وست اولین نفر بود که ویدیوهای مستر بیست رو دوبله فارسی کرد که بعدش هم کلی از یوتیوبرهای دیگه که متوجه ویوی بالای این سبک ویدیو شدن از کانتنت اصلی خودشون دست کشیدن و شروع به دوبله کردن ویدیوهای مستر بیست کردن. پوریا میاد توی یک ویدیو به تمام سوالاتی که مخاطبا ازش داشتن جواب میده. مثلا اینکه آیا ممکن است مستر بیست استرایک دریافت کنن یا نه و به کپی کردن کانتنت یوتیوبرای دیگه ازش واکنش نشون میده و این وسط تیکه های جنجالی به ممنتو میندازه و میگه که دوبله هاشون کیفیت خوبی نداره و صرفا فقط به خاطر ویو و پولی که از یوتیوب در میارن هستش. اینم بگم که ممکنه یوتیوبرایی که ویدیوهای مستر بیست رو دوبله میکنن کانالشون 3 تا استرایک دریافت کنه و بسته بشه. خب بریم سراغ بخش دوم ویدیو، یعنی ویدیویی که ایران حواشی با عکس من ساخته بود و راجع به دزدی بودن محتوا و احتمال استرایک زدن مستر بیست و این داستانا داشت میگفت. اولا که من مشکلی با اون ویدیو نداشتم چون ایران حواشی واقعا چیز بد و ناحقی راجع به من نگفته بود. یه جوون نادونی اومده بود عکس ما رو گذاشته بود و ما رو گشنه خطاب کرده بود که اصلا من کاری به اون ندارم. اون اصلا درک درستی از این رسانه و اتفاقایی که داره توش میفته و کاری که من دارم انجام میدم نداره و صرفا ناراحت این بود احتمالاً که چرا حالا ما داریم بازدید میگیریم خودش نمیگیره. بگذریم بچه‌ها، بذارید خیالتون رو راحت کنم. ویدیوهای مستر بیست قرار نیست استرایک بگیره. کانال من قرار نیست بسته بشه. اون کسایی که این حرفو میزنن درک درستی از کار ندارن. ما با تیم مستر بیست هماهنگیم. خود کپی رایت هولدر مستر بیست داره کپی رایت رو از ویدیوی ما آزاد میکنه و درخواست استفاده منصفانمون قبول میکنه. پس اینکه این کار محتوا دزدی و اگه مستر بیست بفهمه میاد استرایک میزنه کلا کنسل، چون مستر بیست و تیمش همین الانم میدونن که ما داریم دوبله میکنیم و با این قضیه اوکیه. بعضیا میگن که شما به خاطر پول دارید این کارو انجام میدید و این کار درست نیست. اولا مگه اشتباهی که آدم از هنرش پول در بیاره؟ من یه عمر رو صرف هنر دوبله کردم و به خوبی میتونم انجامش بدم. قوانین یوتیوب و حق نشر تولید کننده های اصلی محتوا رو هم که رعایت کردیم. یعنی این وسط تو این چرخه تولید هیچ کس ناراضی نیست و اگه کسی تو این چرخه تولید نیست و ناراضیه صرفا از حسادتش. ببینید بچه‌ها، اگه یه نفر تو یوتیوب فارسی باشه که به خاطر پول دوبله نکنه منم. اولین کسی که ویدیوهای مستر بیست رو آورد و تو کامیونیتی فارسی معرفی کرد من بودم. من نمیدونستم اصلا قرار مستر بیست اینقدر بازدید بگیره. من عاشق دوبله بودم، عاشق تولید محتوای خوب بودم و یه سری مخاطبم داشتم که دوبله‌امو دوست داشتن. هدف من تولید محتوا با بالاترین کیفیت ممکن بود. هنوزم هدفم همینه. حالا خدا هم خواست مردم کارو دوست داشتن، بازدیدا بیشتر شد، پولم کنارش اومد. من حسابم از بقیه افرادی که به خاطر پول وارد این سبک محتوا شدن جداست. یارو اصلا محتوای خودش رو ول کرده داره سعی میکنه مثل من محتوا بسازه. متاسفانه برعکس ادعاشون هم که ما اولینیم، بهترینیم، با کیفیت ترینیم، واقعا ارزشی واسه مخاطب قائل نیستن. یعنی این پلتفرما رو دکون میبینن و شما رو سکه. اصلا براشون مهم نیست که دوبله هاشون خوب نیست، اصلا براشون مهم نیست که پر از ضعف و اشکاله. یعنی هنر دوبله نیست، صرفا فارسی سازیه. فقط میخوان زود ویدیوها رو بذارن بالا، کیفیت مهم نیست. من از اون لحاظ مشکلی ندارم. مستر بیست ارث بابای من نیست، ولی خواهش میکنم لااقل به کیفیت محتوا توجه کن. آشغال به خورد مخاطب نده که فقط پول در بیاری. یعنی اگه آدم دوبله بازی باشی میفهمی که این دوبله ها چقدر جوکه. میخندم من بهشون انقدر که کار ضعیفه. حالا از اسکیاشون بگذریم که میان مثلا میبینن من چه ویدیویی رو دارم کار میکنم، همون ویدیو رو میرن کار میکنن. تامنیل من چه سبکیه، همون سبکی میزنن. من ویدیو رو چه جوری نامگذاری میکنم، همون جوری نامگذاری میکنن. زشت داداش. 90% کار که بقیه دارن واسه انجام میدن، بقیه‌اش هم کپی. بعد مخاطبا هم میفهمن و به خدا مخاطبا
خر نیستن، بهشون میگن بابا بسه بکش بیرون، خوب نیست کارت. ولی متاسفانه کسی که مزه پول مفت رفته زیر دهنش حاضر فوشه رو بخوره و پول رو در بیاره. اینجاست که دیگه خود مخاطبا باید تصمیم بگیرن که چی لایقشونه. اون آدمایی که دارن از علاقه شما به یه سبک خاص محتوا سوء استفاده میکنن و کار بی‌کیفیت میدن به خوردتون، یا کسی که داره صدش رو میذاره تو محتوایی رو بسازه که در خور مخاطب باشه و به دلش بشینه، حتی اگه به قیمت دیرتر گذاشتن ویدیوها و فرصت دادن به فرصت طلبا باشه. خلاصه این بود توضیحات من راجع به حواشی مستر بیست و حالا اون قضایایی که پشت سر من راه افتاده بود و بچه‌ها باور کرده بودن. و اینم باید بگم که مستقیم به ممنتو اشاره نمیکنه، ولی خب خیلی واضحه که منظورش ممنتو هستش. یک دو روز بعد از منتشر شدن این ویدیو، ممنتو داخل چنل تلگرامش کلی صحبت میکنن و خطاب به پوریا وست میگن که کار ما از پوریا وست بهتره. و این صحبت‌ها رو با هم بشنویم. بچه‌ها بذارین یه توضیح بهتون بدم. تو تلگرام باید زودتر از یوتیوب همیشه توضیح بدیم، چون که همین بچهای تلگرام همیشه میرن یه جوی را میندازن. دوستان عزیز، ویدیوهای مستر بیست داره میاد، علتش یه چیزه، این که پولی که ویدیوی مستر بیست در میاره قرار خرج کانتنتی بشه که توی یوتیوب فارسی نمیشه گذاشت. با درآمد و ویویی که یوتیوب فارسی داره، ته زحمتی که یوتیوبرهای ما بکشن که خیلی هم کارشون درسته، میشه بنیامینی که میشناسین دیگه همتون، بنیامین، سهیل سلبا، این بچه‌هایی هستن که به شدت دارن زحمت میکشن، به شدت کانتنتشون خفنه، به شدت هم چالش‌های خفنی میذارن. ولی این ویوی عادی یوتیوب فارسی یه چیز محدوده. اوکی، حالا یه تیم خفن، یه تیم درست حسابی، یه تیم کار درست به یه راه حلی رسیده. آقا ویدیوهای مستر بیست درآمدش خوبه، این درآمد ویدیوهای مستر بیست خرج ایده های خفن و ویدیوهای خفن در یوتیوب فارسی بشه. میخوایم ویدیوهایی بسازیم که توش مثلا به 10 نفر یهو 5 میلیون جایزه بدیم. یهو یه نفر PS5 برنده میشه تو یه ویدیو، یکی نینتندو سویچ برنده میشه، یکی PS5 برنده میشه، یکی آیفون برنده میشه. این پولایی که داره در میاد اگه مستر بیست نذاریم همچین ویدیوهایی نمیتونیم بسازیم. اینو من واقعا جا داره به شما توضیح بدم. این کار رو قراره انجام بدیم و میبینین که انجام میدیم. در طی همین 2 هفته الی 3 هفته آینده ویدیوهاش میاد پشت هم. اوکی، صبر کنین. آفرین. دوستان توی یوتیوب نمیشه دزدی کرد. اوکی، شما ویدیوی ممنتو رو، یه ویدیو عادی از ممنتو رو برو بذار داخل کانالت. اگه من بخوام میتونم یه دکمه‌ای بزنم که کانالت استرایک بخوره. پس دزدی محتوا درون یوتیوب وجود نداره. این که من میتونم روی کانالی که محتوامو برداشته و داره دزدی میکنه استرایک بزنم، مستر بیست نمیتونه، ایرک نمیتونه. این حرف کاملا غیر منطقی و اشتباه. نکته دوم، خود مستر بیست گفته که برین ویدیوهامو دوبله کنین و بذارین تو کانالتون ریاکت کنین. نکته سوم، کلی خارجی هستن که دقیقاً 5 دقیقه بعد اومدن ویدیوی مستر بیست ویدیوشو دانلود میکنن، تو استریم بهش ریاکت میکنن، همون استریمو برام دارن میذارن داخل یوتیوب. همه اونا دزدن، همه این کار دزدیه. اوکی، اگه دزدیه چرا کاری ندارن؟ اوکی، اگه دزدیه چرا بعضی ویدیوهامون کپی رایت میخوره؟ ایمیل میدیم بازش میکنن، میگن آره شما قوانین رو واقعا رعایت کردین، ربات ما اشتباه تشخیص داده. چرا اگه این دزدیه خب به من جواب این سوالا رو بدین، من میگم باشه دزدیه. اشتباه نکنین. بچه‌ها راستی یه فکتی هم بهتون بگم درباره این که گروه ممنتو، تیم ممنتو یا ممنتو تیم فقط این کانال قرمزه نیست. من بدبختم جزو ممنتو هم بفهمید. ماتریکس شو، دوستان ماتریکس شو رو دیدین؟ ماتریکس شویی که یه روز در میون داره ویدیو میذاره، ماتریکس شویی که همه رپ ریاکشن، بذار بگم همه رپ ریاکشن کارا منتظرن ماتریکس شو ویدیو بذاره که به هیچ ریاکت برن. همش پولیه، دروغ میگه. نه تنها چیزی که من گردن نمیگیرم. تنها چیزی که پولی بود با گادپوری رفته بودی. بابا اپیکور گادپوری چی؟ نمیدونم، من رپرها رو نمیشناسم. آره با اون اپیکور برداشته بود ویدیو ساخته بود. آره اون پولی بود واقعا. خب نکته بعدی، یک روز در میون ما داریم داخل کانالی به اسم ممنتو پلاس و ممنتو آبیه برای شما سریال میذاریم در حد ریکم مورتی. همزمان داریم سیمپسونا و فامیلی گای و بابز برگر رو برای شما دوبله میکنیم. یه ربات چیکن هست اونم داریم دوبله میکنیم. بعد میان میگین محتوای دوبله دزدیه.
ما دوبله رو آوردیم تو یوتیوب. نکته اول. نکته بعدی، کانال بعدی که اصلا تازه شکل گرفته، قصه پیچ. کدوم یوتیوبر ایرانی دغدغه اینو داره که تاریخ کشورشو انیمیشن بسازه، ازش تاریخشو زنده کنه؟ اوکی، ما کلی کانال تاریخی داریم که هر کدوم ویدیوهاش 45 دقیقه است و یک آدم که عصا قورت داده نشسته و داره تاریخو توضیح میده. شماها اکثرتون برخلاف من شاید عاشق تاریخ نباشین، ولی قطعا یه انیمیشن خوشگل با کیفیت گوگلی مگولی رو میبینین و اینجوری میشه که شما با کوروش آشنا میشین برای اولین بار. بابک خرمدین میفهمین کیه. دوستان عزیز قربونتون برم، همه اینا دارن ویدیو میذارن، همه اینا فعالن. دیگه چه کانالایی داریم داداش؟ غلامرضا که اصلا صاحبمونه. مثلا ماتریکس شو، آره. غلامرضا، ممنتو. ماتریکس رکورد، 3 تا کانالن که خودشون زیر مجموعه ممنتو هم، ممنتو پلاس، بومر بازیه. بومر بازی، جایی که آدم‌های بومر میان و گیم بازی میکنن. نمونه بارزش آقای موسویان. کی میتونه از سوپرمارکت محلش یوتیوبر بسازه؟ اینا رو دوستان یادتون نره. بله، یه اعترافی هم باید بکنم، همه ما زیر مجموعه غلامرضاییم. غلامرضا سره. غلامرضا از همه ما سر. بچه‌ای که نمیدونین غلامرضا چیه، ببین همه کانال‌ها رو ما پروموت کردیم، مانیتایز کردیم. غلامرضا خودش مانیتایز شد. غلامرضا ویدیو اولش 60 که ویو خورد بی دلیل. غلامرضا سی. غلامرضایا نگفتیم به خاطر اینکه به نظرم تا الان به این فکر می‌کردیم که مردم نه صرفاً بر اساس کامنت ها، بلکه بر اساس چیزی که دارن میبینن قضاوت میکنن. ولی یه سری قشر تاثیرپذیر داریم توی مخاطبا که اینا به کامنت ها نگاه میکنن. کامنت ها چیه؟ ممنتوی قدیم بهتر بود. خب شما بری بخش اول کامنت های مستر بیست هم نگاه کنی، همینه. مستر بیست قدیم بهتر بود، اصلا دور نمیرم. رسول دیواکس بری کامنت های اولش رو نگاه کنی، همینه. رسول دیواکس قدیم بهتر بود. خب همیشه مخاطب‌های جدید با مخاطب‌های قدیم و مخاطب‌های قدیم با مخاطب‌های جدید یه اختلاف نظری دارن. ببین خیلی ها حتی معتقدن که برره از قهوه تلخ بهتر بود و خیلی ها برعکس. اصلا خیلی ها هیولا رو دوست دارن از کارهای مهران مدیری. ولی نسل داره تغییر میکنه، سلایق داره تغییر میکنه، علایق داره تغییر میکنه و ما هم به عنوان کسی که میخواد توی این عرصه باشه، خب ما هنرمونه و در کنار هنرمون بیزنسمون هم هست. خب باید بتونیم توش خودمونو بکشیم بالا، باید بتونیم توش حرفی برای گفتن داشته باشیم. ما موقعی که همه داشتن بلایند دیت میساختن که نرفتیم چی بلایند دیت بسازیم، که هیچ وقت این کارو نکردیم، در صورتی که ما هم میتونستیم دیگه. من کاری داشت یه دختر و یه پسر خوشگل برداری بیاری با هم دیگه آشناشون کنی، حالا سناریو بنویسی یا ننویسی واقعا فرقی نداره. ولی نه، اون مربوطه به بحث ما نبود، مربوطه به ممنتو نبود. ولی وقتی بحث دوبله میاد وسط، خب دوبله رو ما آوردیم داخل یوتیوب. نباید از ما انتظار داشته باشید که هی ما بخوایم بر اساس مثلا 100 تا کامنت هستم بگو کل پروسه کاری خودمون رو تغییر بدیم، در صورتی که میدونیم اونطوری به نفعمون نیست، به سودمون نیست، اصلا اونجوری خوب نیست. اونقدر مخاطبی که الان داریم رو نداریم، نمیتونیم این کار بکنیم. هر کسی دیگه ای هم جای ما بود نمیتونست. ممنونم که حرفامو گوش دادید. اگر که منطقی فکر بکنید به حرفام، میبینید که حرف مفت نمیزنم بهتون. و در نهایت بهتون بگم این وایسا رو نه برای این دادیم که قانعتون بکنیم، نه خودمون رو تبرئه بکنیم از چیزی، چون واقعا این بحثا خیلی مسخره است. ما بخوایم مخاطب رو قانع بکنیم که ما ویدیوهامون خوب، ما رو ببین. خب ما نه توی صدا و سیما یه کانالی داریم که شما مثلا فقط هم تلویزیونت اون کانال رو بگیره، نه بخشی از یوتیوب شما رو خریدیم که فقط برات ما پخش بشیم، نه مجبورت کردیم و نه دستات رو بستیم که اینجا باشی یا تو یوتیوب باشی و ویدیوهای ما رو ببینی. دکمه سابسکرایب و آن سابسکرایب به خاطر همین داخل یوتیوب قرار داده شده. دکمه do not suggest these videos for me به خاطر همین ساخته شده. اگر حال میکنی محتوای ما اینه، حال میکنی ببین، حال نمیکنی
نبین. خیلی ساده است. مثل اینه که آقا بگی چرا مثلا کلاب و دیسکو توی خارج وجود داره؟ این جوونا رو میکشید به راه بعد. همون بحثی که حکومت عزیزمون میکنه دیگه. آقا هست، تو انتخاب کن، تو نرو، تو نبین، تو استفاده نکن، اون هست. ولی شما چون یه چیزی رو خودتون نمیپسندید اینجورید که خب پس شما هم دیگه نباشید، شما هم برید بمیرید. همینو میگید به ما دقیقا. بخش اکثرم اینطوری نیستا، چون مثلا میبینی ویدیو 200-300 کی ویو میگیره، 100 تا کامنتش اینه. من پیشنهادم به اون 100 نفری که اینطوریه اینه که میتونی تصمیم بگیری که ممنتو رو نبینی، به جای این که وقت بذاری و براش کامنت بذاری و خودت رو خسته بکنی، چون میدونی که فرقی نمیکنه این داستان. ما کانتنت های خودمون رو میسازیم، دوبلمون رو میکنیم و کارمون رو هم ادامه میدیم تا وقتی که ببینیم مخاطب داره. بکنم منطقی ترین جوابی که میشه داد همینه. خب رفقا، اینم بود از این ویدیو. امیدوارم که نهایت لذت رو از این ویدیو برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و برای مطلع شدن از اخبار لحظه به لحظه یوتیوب فارسی حتما داخل چنل تلگرام ما جوین بشید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.